با سلام و خیر، یاسین شریفی هستم، دانشجو دانشگاه دولتی بوجنورد که در این ویدیو میخوایم در مورد دستورات شرطی ایف در برنامه مطلب را بررسی و آشنا شویم. دستورات شرطی، حالا دستور شرطی ایف یا هر دستور شرطی دیگر، این امکان رو به ما میدن که مقدار یک عبارت را بررسی کنیم و بر اساس مقدار اون عبارتی که بررسی کردیم یک سری عملیاتی رو انجام دهیم. در واقع مقدار یک شرط را ما میتونیم بررسی کنیم و در صورت درست بودن اون شرطی که ما بررسی کردیم یک کاری رو انجام بده و در صورت نادرست بودن اون شرط یک کار دیگری انجام شود. خب برای شروع کار اول یک نیو اسکریپت پاس میکنیم که اون برنامه‌ای که میخوایم بنویسیم رو روی اسکریپت پیادهش کنیم. بعدش برای شروع نوشتن برنامه عبارت CLC در سطر اول، بعد در سطر دوم کلیر آل، بعد در سطر سوم کلوز آل رو می‌نویسیم. بعدش میایم در سطر چهارم علامت درصد می‌گذاریم. علامت درصد می‌ذاریم یعنی اینکه توی این قسمت ها هر چی کامند ویندو ران شده مربوط بر برنامه های قبلی یا هر اطلاعات قبلی که وجود داشت پاک میشه و از سطر پنجم برنامه‌ای که ما می‌خوایم اجرا کنیم به عنوان بررسی دستورات شرطی مانند دستور شرطی ایف از سطر پنجم شروع میشه. برای شروع کار ما فرض می‌کنیم که یک متغیری داریم مانند متغیر A که مساوی است با مقدار 10 مقدار دهیش کردیم. یعنی برای شروع کار برای برنامه با استفاده از دستور شرطی مانند دستور شرطی if فرض می‌کنیم یک متغیری داریم مانند متغیر A که با مقدار 10 مقدار دهیش کردیم و به این صورت میایم توی سطر بعدی و میایم یک شرطی رو تعریف می‌کنیم که if به طور مثال if دستور شرطی if پرانتز باز داخل پرانتز تعریف کنیم که اگر A کوچکتر از بود از 20 آنگاه پرانتز بسته. میایم خط بعدی، مثلا توی خط هشتم مثلا میگیم دیسپلی کن یک عبارتی مانند عبارت less اینجا less than 12 یعنی عبارت less than 12 رو برامون دیسپلی کنه و نمایش بده و پرانتز رو بسته میکنیم. بعدش این خط هفتم که تمام شد میایم خط هشتم. توی دستور شرطی if که گفتیم دیسپلی کن less than 12 یعنی less than 12 رو نمایش بده. اگر در غیر این صورت اگر چیزی وجود داشت که در غیر این صورت رو تو به برنامه‌نویسی با عبارت else نمایش میدیم. و وقتی else رو که نوشتیم یعنی در غیر این صورت می‌نویسیم دستور شرطی if اگر پرانتز باز a مثلا بزرگتر بود از 40 پرانتز رو میبندیم. میایم خط بعد بیاد و برامون دیسپلی کنه یا نمایش بده پرانتز که این صورت more than 14 که less than 20 که تو خط دو هفتم بود یعنی نمایش داده کوچیکتر است از 20.
یعنی همون شرط خط شیشم که تعریف شده. که تو خط هشتم هم گفتیم else در غیر این صورت اگر A بزرگتر از 40 باشه دیسپلی توی خط نهم دیسپلی کنه یا نمایش بده more than 14 که بدین صورت پرانتز رو میبندیم و میایم خط بعدی خط دهم. و ضمن اینکه در خط هشتم که نوشتیم else if میتونیم بین else و که در غیر این صورت و if دستور شرط if میتونیم فاصله بذاریم یا میتونیم هم به این صورت سرهم بنویسیم که تفاوتی نمیکنه. خب توی این خط دهم که نوشتیم دیسپلی کن یا نمایش بده مردن 40 رو برای شرط A بزرگتر است از 40. حالا در اگر بیشتر از 40 نبود A توی خط دهم میگیم که else یعنی در غیر این صورت یعنی در غیر این صورت فاصله دیسپلی کن مثلا دیسپلی کنه اه، پرانتز حالت سوم مثلا between به این صورت 20 and 40 که اینو با حروف بزرگ می‌نویسیم اینجا هم ما رو با حروف بزرگ می‌نویسیم و اینم هم. سپس خط رو تو اینجا میبندیم داخل پرانتز رو میبندیم و ضمن اینکه بین else در این خط دهم و دیسپلی یک فاصله میذاریم به این صورت و این خط 11 رو که اجرا کردیم در نهایت توی خط 12 عبارت end رو به عنوان پایان دستور if نمایش میدیم و می نویسیم. خب حالا اینکه برنامه که نوشتیم در مورد دستور شرطی if و تمام شد و به خط پایان رسید این قسمت ران رو میزنیم و برنامه رو تو قالب یک فایلی در لپتاپ خودتون ذخیره میکنید. میگم باز چون برنامه مطلب من نسخش قدیمی قابلیت ران شدن و سیو کردن نداره متاسفانه نمیدونم مشکلش از کجاست ولی این قسمت ران رو بزنید و این برنامه رو توی یک فایلی ذخیره کنید توی قسمت کامند ویندو وقتی که ران رو زدیم توی این قسمت کامند ویندو می‌نویسه که less than 20 یعنی شرط کمتر از 20 رو بررسی میکنه که یعنی که چون که اینجا این متغیر A که ما تعریف کردیم و برابر با 10 قرار دادیم یعنی اینکه توی این قسمت کامند ویندو می نویسه که less than 20 میخواد بررسی کنه که شرط A کوچیکتر است از 20 برقرار هست با توجه به اون متغیر آی که ما وارد کردیم یعنی آی مساوی است با 10 قسمت less than 20 برقرار هست یعنی شرط کوچیکتر از 20 یا نه وارد دستور شرط میشه یعنی A کوچیکتر از 20 میبینه که اون متغیری که ما وارد کردیم با دهه توی شرط A کوچیکتر از 20 قرار میگیره در نهایت اینطور که بزنیم دیسپلی میکنه یا نمایش میده less than 20 یعنی کوچیکتر است از 20 و شرطش برقرار است و انجام میشه. حالا اگه ما این خط پنجم مقدار متغیر A رو به جای 10 تبدیل کنیم به 25 در این صورت باید از if اول عبور کنه از if دوم از if اول به این صورت عبور کنه و از if دوم که اینجا عبور کنه
و در نهایت به قسمت else خط دهم برسه که حالا ما اگه مجدد شما ران رو بزنیم، یعنی اجرا کردن رو بزنیم، تو قسمت کامند ویندو میبینیم که پیغام between 20 and 40 یعنی بین 20 تا 40 رو برای ما نمایش میده. همچنین ما میتونیم به جای وارد کردن دستی A برابر با 25 و مقداردهی این متغیر A میتونیم از دستور اینپوت استفاده کنیم. میتونیم به طور مثال برای اینکه از دستور اینپوت استفاده کنیم، برای متغیر A 25 رو حذف کنیم، بنویسیم اینپوت پرانتز باز، دستور اینپوت پرانتز باز، داخل پرانتز یه تگ کوتیشن قرار میدیم و می‌نویسیم اینتر. این ای رو با خط بزرگ بنویسیم با علامت بزرگ. اینتر یور یور نامبر، یعنی عدد مورد نظر خود را وارد کنید و تگ کوتیشن در این قسمت همراه با اون پرانتزی که باز کردیم رو میبندیم. حالا این دستور اینپوت رو که برای متغیر A تعریف کردیم باعث میشه از کاربر اینتر یور نامبرش رو، یعنی یک عدد دلخواهش رو دریافت کنه. خب حالا این دستور A که مساوی است با اینپوت اینتر یور نامبر، اینجا یک دو نقطه هم قرار میدیم، فاصله میدیم و ران میزنیم و اجراش میکنیم. بعد از اینکه قسمت ران رو زدین و خواستین اجراش کنید، توی حالا برای من اپلیکیشنم مال مطلب نسخه قدیمی اجرا نمیشه رو لپتاپ من، نمیدونم مشکل چیه، ولی وقتی که ران رو بزنید در این مرحله و بخواید اجراش کنید، تو قسمت کامند ویندو می‌نویسه دستور اینتر یور نامبر، یعنی عدد مورد نظر کاربر رو میخواد وارد کنه کاربر. مثلا اگه ما عدد مثلا 35 رو وارد کنیم و اینتر بزنیم، پیغامی که برامون نمایش میده بعد از اینکه اینتر رو بزنیم نوشته between 20 and 40، یعنی اون عدد 35 ما یک عدد بین 20 و 40 هستش. در واقع قسمت سوم شرط، یعنی این خط 11 اجرا شد. مثلا میتونیم دوباره برنامه رو اجرا کنیم و ران رو بزنیم که تو قسمت کامند ویندو مجدد از ما بخواد اینتر یور نامبر، عدد مورد نظر خود رو وارد کنید، یعنی عدد مورد نظر کاربر رو بگیره که مثلا هر عدد دلخواهی میتونیم وارد کنیم، که مثلا ما عدد دلخواه مثلا 29 رو جلوی عبارت اینتر یور نامبر در قسمت کامند ویندو اجرا میکنیم و وارد میکنیم، که باز هم عدد 29 رو وارد کنیم، همون پیغام این و اینتر رو بزنیم. بعد از اینتر زدن همون پیغام between 20 and 40 در خط دستور سوم، یعنی دیسپلی نمایش بده between 20 and 40 در خط 11 رو نمایش میده، یعنی همون عبارت 29 که ما وارد کردیم یک عددی بین 20 یعنی 20 و 40 هستش. که در این ویدیو سعی کردم آموزشی یا توضیحی در مورد دستور شرطی if و else if و else رو به دوستان بدم که اگر همراه با مثال که اگر کم و کاستی بود به بزرگی خودتون ببخشید. موفق باشید. خدا نگهدار.